وزدني إيمانا من قلبي الحيران ناديت يا منان وأمرني بالغفران وزدني إيمانا ذنبي تعلاني للذل أردني ذنبي تعلاني من قلبي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان والأكملان على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. بینندگان عزیز و گرامی شبکه جهانی وصال حق، سلام الله علیکم و رحمته و برکاته. باز هم با قسمت جدید برنامه زلال ایمان خدمت شما عزیزان و سروران هستیم. البته باز هم خوشحالم که مثل همیشه استاد سلیمانی عزیز را در استودیو با خود دارم. در آغاز سلام های خود و شما بیننده های عزیز را خدمت جناب استاد تقدیم نموده ایشان را خیر مقدم میگویم. بنده هم عرض سلام دارم و ادب و احترام خدمت شما استاد رحیمی عزیز و همچنین خدمت همه بینندگان عزیز و ارجمند و الله رو سپاس که باز هم این توفیق نصیب راه ما شد تا در خدمت شما و دوستان بیننده باشیم. انشالله که آنچه مورد رضای الله متعال است در این برنامه ما بر زبان بنده و شما جاری بگردد. آمین آمین یا رب العالمین. بیننده های عزیز، البته در برنامه زلال ایمان ما به ارکان ششگانه ایمان پرداخته بودیم و سومین رکن از ارکان ایمان که ایمان به کتاب های آسمانی هست صحبت داشتیم. آخرین موضوعی که روش صحبت کردیم زندگی با قرآن بود. ما در برنامه گذشته زلال ایمان روی این موضوع پرداختیم که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم، کسی که بر او قرآن نازل شد، چگونه با قرآن زندگی کرد و چگونه قرآن را در زندگی خود تطبیق و عملی نمود و سپس شاگردان مکتب پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم یعنی صحابه کرام چگونه با قرآن زیستند تا ما هم همانند آنها با قرآن زندگی کنیم و قرآن را سرمشق زندگی خود قرار دهیم تا سعادت دنیا و آخرت نصیب ما گردد. البته باز هم روی موضوع با قرآن هستیم تا کنون. در این قسمت روی چه بخشی از بخش های قرآن کریم صحبت خواهیم کرد استاد سلیمانی عزیز؟ بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله و صحبه و من والاه. در ادامه بررسی موضوع قرآن کریم همونجوری که شما اشاره فرمودید و ایمان به قرآن کریم به عنوان یکی از ارکان ایمان به معتقدات اسلامی، بله. ما بعد از اون که موضوعاتی رو درباره خود رسول الله صلی الله علیه و سلم که شخصی است که قرآن بر ایشان نازل شده و مهم هست شخصیتشون و شناخت شخصیتشون درباره ایمان به قرآن، درباره قرآن کریم صحبت کردیم و این که وحی است و دلایل وحی بودنش و همچنین درباره حقوقی که قرآن کریم بر یک مسلمان داره و حق ایمان او و انواع حقوقش و همچنین درباره چگونگی تعامل گذشتگان ما و قدوه ها و پیشوه های ما از رسول صلی الله علیه و سلم گرفته و صحابه ایشان و دیگر سلف صالح امت و بزرگان ما با قرآن کریم موضوعات رو ما پرداختیم و باش صحبت کردیم. موضوعی که امروز قصد داریم و در برنامه‌های پیش رو انشاءالله با تفصیل بیشتر در این باب صحبت خواهیم کرد، درباره صحبت بکنیم. موضوعی است که گرچه برای یک انسان مسلمان و مؤمن شاید نیازی نباشه که اصلا در این باب صحبتی داشته باشه و در این باب بیاد و بررسی بکنه. کسی که الله متعال به عنوان خالق و رازق و مالک خودش قبول کرده با دلایلی قاطع، نه که همینطوری ارثی از پدر و مادر. ما درباره ایمان به الله متعال در این باب به تفصیل صحبت کردیم. وقتی که درباره رسول صلی الله علیه و سلم و باقی موارد ایمان کامل داره، قرآن کریم رو هم بعض پوزش خواهش میکنم. وقتی با ایمان داره دیگه شاید این مسائل اصلا براش مهم نباشه که ما حالا چه دلایل بیشتری بخواد یا نخواد، چون به هر حال قرآن کریم کتابی است که الله متعال وقتی که خودش فرستاده، همین که از طرف الله متعال آمده کافی است. اما من باب این که بعضیا
حالا الان خصوص کسانی که مخالف قرآن کریم هستن و یا کسانی که دوست دارن دیگران رو قانع بکنن، کسانی که معتقد نیستن به قرآن کریم رو، برای ایمان به قرآن کریم موضوعی بیشتر مد نظر قرار میگیره به نام اعجاز قرآن کریم. درست. بله پس خواهش این موضوع اعجاز قرآن کریم یکی از موضوعاتی است که انسان وقتی که درباره صحبت میکنه به عظمت قرآن کریم بیشتر پی میبره و موضوعی است که ما در این برنامه و برنامه‌های پیش رو میخوایم درباره اون ان شاءالله صحبت بکنیم. ان شاءالله. علاوه بر این که قرآن کریم سر تا سر از اول تا آخر خودش معجزه هست. مثلا قرآن کریم معجزه هست. معجزه و اعجاز از عجز گرفته میشه. درست. هم معجزه و هم اعجاز از عین و جیم و زا اینها حرف اصلیش هستن. عجز یعنی ناتوانی. وقتی میگیم معجزه یعنی چیزی که دیگران رو عاجز میکنه. درست. اعجاز شبیه همین هست، یعنی عاجز نمودن. درست. و وقتی که درباره اعجاز قرآن کریم صحبت میکنیم و میگیم قرآن معجزه هست، یعنی اینکه در قرآن کریم دلایل وجود داره و قرآن کریم آنچه که در قرآن کریم مطرح شده به شکلی و به نحوی مطرح شده که دیگر انسان ها بعد از رسول صلی الله علیه و سلم عاجز شدن که کتابی به مانند قرآن بیارن، عاجز بودن از این که بیارن و رسول الله علیه و سلم هم که گفتیم از طریق وحی به این مهم دست یافت، وگرنه خودشون هم عاجز بود و حتی خواندن و نوشتن هم نمیدانست. قرآن کریم از ابتدا تا انتها معجزه است، تمامش اعجاز داره و بزرگترین دلایل برای معجزه بودن قرآن کریم همین هست که از وقتی که قرآن کریم نازل شد تا امروز و تا قیام قیامت تمام منکرین قرآن کریم رو به تحدی طلبید، به مبارزه طلبید و به چالش کشید که اگر شما در آنچه که من الله با عظمت بر پیامبر خودم نازل کردم از قرآن کریم و این کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، اگر شما فکر میکنید و شک دارید که آنچه که من الله با عظمت نازل کردم بر بنده خودم محمد علیه السلام این کلام الله تعالی نیست، اگر شک دارید که این کلام الله تعالی نیست، فأتوا بسورة من مثله، پس یک سوره به مانند این بیاورید و ادعوا شهداءکم من دون الله ان کنتم صادقین. تمام نیروهایی که میتونید جمع بکنید برای خودتون نیرو پیدا بکنید، متعاون پیدا بکنید به غیر از الله تعالی. خواهش و ادعوا شهداءکم من دون الله ان کنتم صادقین. اگر شما راست میگید که این کتاب از طرف الله تعالی نیست، خب باشه. وقتی از طرف الله تعالی نیست یعنی چی؟ یعنی از طرف یک مخلوق است، یک انسان است. بله. باشه. شما میگید شما انسانید دیگه. بله. شما این کتاب رو قبول نمی‌کنید که از طرف الله تعالی است. میگید از طرف یک انسانی که 1400 سال پیش زندگی کرده. اون لحظه که این کتاب نازل شد میگفتن از طرف محمد است. و امروز هم بعضیا که ایمان ندارن میگن این کتابی است که یک نفر عربی با قول خودشون یک شترچرانی در بیابان‌های عربستان سعودی و سرزمین حجاز آن طرف آن زمان این رو آورد و از پیش خودش نوشت و داد و مردم. امروز مقداری گرمی از شما اذیت خواهد. خواهش می‌کنم. از این ادعای حالا پوچ، این ادعا که کی بود اون شخصیت، ما در این باب صحبت کردیم. آیا امکان داره که این کتاب و امروز هم صحبت خواهیم کرد و برنامه‌های پیش رو این کتاب آیا شخصی در بیابان حجاز در 1400 سال پیش که خواندن و نوشتن بلد نبود تا آخرین لحظه حیاتش هم، آیا امکان داره این کتاب رو با این نظم و این شگفتی هایی که به برخی از اونها ما اشاره خواهیم کرد از پیش خود آورده باشه و نوشته باشه؟ خب اگه شما خود را از اون انسان بهتر میدانید و احساس میکنید شما شأن و مقام شما بالاتر از این است که از اون انسان پیروی بکنید، فأتوا بسورة من مثله، یک کتابی بهتر از او بیارید. من سلیمانی، استاد رحیمی، همین ما مسلمان ها از اون پیروی میکنیم، بیارید کتابی بهتر از قرآن بیارید و در میزان علمی نقد علمی میگذاریم و بررسی میکنیم. کتاب شما رو هم میخوانیم، قرآن رو هم میخوانیم، ببینیم اگر کتاب شما بهتر بود ما به کتاب شما باور میاریم، ایمان میاریم و قبولش میکنیم. فأتوا بسورة من مثله، نمیخوایم کل قرآن، یک سوره به مانند این بیارید. وقتی قرآن کریم میفرماید به سورة من مثله، یعنی الان لازمش این نیست که حتما سوره بقره باشه با 286 آیه و 50 48 صفحه.
میتونه یک سوره مثل اخلاص باشه با سه خط، بله. یا سوره عصر باشه، یا سوره انا باشه که 2 خط 3 خط 2.5 خط بیشتر نیستن. یعنی 3 خط 1400 سوره شما 3 خط از این کتاب رو که به هر حال این مصحفی که دست منه 604 صفحه هست و هر صفحهش 15 خط، یعنی اینجوری بخوام حساب بکنیم نزدیک 8000 خط. شما 3 خط بیارید، 3 خط فقط به مانند این کتاب. نمیخوایم که 6000 8000 خط بیارید. اما در طول تاریخ 1400 و اندی سال بعد از نزول قرآن کریم تا به امروز با وجود مخالفت‌های شدید مخالفین قرآن و تلاش‌های فراوان برای اینکه بیارن به مانند قرآن هرگز کسی نتوانست. این خودش بزرگترین دلیله برای اینکه این قرآن کتاب معجزه است از ابتدا تا انتهاش. علاوه بر اینکه خب ما 1400 سال پیش تا به امروز انسان در خیلی از مجال‌های زندگی پیشرفت کرد و قرآن کتاب زندگی ماست. همونطور که خود قرآن در ابتدا برای ما معرفی میکنه سوره بقره ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین. این کتاب شکی درش نیست، هدایتی است برای متقیان. قرآن کتاب زندگی ماست. قرآن دستور و برنامه حیات و زندگی ماست. خب ما مسلمان ها 1400 ساله که از قرآن پیروی میکنیم و قرآن سرلوحه زندگی ماست. هر وقت به قرآن نزدیکتر شدیم، موفقتر شدیم و هر چی از قرآن فاصله گرفتیم، تاریخ ما بهترین گواه و شاهد است که هر چی از قرآن فاصله گرفتیم عقب ماندیم و ذلت و خواری و عقب ماندگی نصیب ما شد در دنیا. آخرت که به جای خودش هنوز باقی است، اون رو هنوز ندیدیم، حکایتش رو خبر نداریم. اما در زندگی دنیا ما اون موقعی که برگردیم مثلا به دورانی که مسلمان ها بر بیش از نصف دنیا حکمرانی کردن و بسیاری از علوم رو پایه‌ریزی کردن، همیشه برکت قرآن کریم. پیشرفت علوم، خب قرآن کتاب زندگی ما تنها بحث عبادی نیست، به تمام ابعاد زندگی ما پرداخته قرآن. مسئله اقتصاد در زندگی ماست، مسئله سیاست زندگی ما و زندگی جامعه ما و اجتماع ماست، مسئله تعاملات ماست، روابط ماست. همه آنچه که در قرآن ذکر شده، گذر علوم، احیانا قرآن درباره نجوم صحبت کرده، درباره آسمان ها صحبت کرده، درباره خلقت زمین صحبت کرده، درباره علومی که ما امروزه به اسم علوم طبیعی میشناسیم، از نجوم گرفته، از مثلا علم فیزیک گرفته یا فیزیا یا مثلا شیمی یا کیمیا اسم دیگرش، یا علوم ریاضیات. مواردی هست که قرآن کریم در اون صحبت هایی داشته در این باب. هم اینطور نیست که صحبت نکرده باشه. اما گذر زمان هیچ سبب نشد، نه تنها گذر زمان از عظمت این کتاب چیزی نکاست و کم نکرد، بلکه گذر زمان و پیشرفت و اختراعات جدید روز به روز بر عظمت این کتاب می‌افزاید، برخلاف خیلی از کتاب‌های دیگر. کتاب‌هایی که مثلا حتی کتاب‌های علمی که 100 سال پیش نوشته شدن، الان دیگه خیلی هاشون نشد اصلا از میدان‌های علمی خارج شدن. کتاب‌هایی که در نجوم نوشته شده، یا کتاب‌هایی که در طب نوشته شده، یا کتاب‌هایی که در علوم دیگه نوشته میشه، روز به روز اکتشافات جدید ثابت می‌کنه خیلی از نظریات گذشته اشتباه بوده و خارج میشه. اما درباره قرآن کریم ما می‌بینیم روز به روز گذر زمان نه تنها از ارزش و عظمتش کم نمی‌کنه، بلکه بیشتر و بیشتر و بیشتر میشه. کتاب‌های تفسیری که نوشته میشه، کتاب‌های تفسیر معاصرین، وقتی ما نگاه می‌کنیم اونهایی که بر چارچوب منهج تفسیری پایبند هستن، می‌بینیم که برداشت‌هایی از قرآن کریم دارن که شاید بزرگترین مفسرین ما در طول تاریخ از این برداشت‌ها نداشتن و این برداشت‌ها برداشت‌های صحیحی هم هست، نه که هیچ مخالفتی داشته باشه. نمیگم همه برداشت‌ها درسته، اما خیلی از این برداشت‌ها برداشت‌هایی است که مخالفتی نداره با قرآن کریم و این نشان از این داره که این کتاب روز به روز بیشتر شناخته میشه و روز به روز اعجازش بیشتر برای ما معرفی میشه. و چرا نشه؟ چرا این گونه نباشه که این کتاب هدایت و زندگی بشر تا قیام قیامت هست. و گرچه این کتاب قرآن کریم کتاب فیزیک نیست، کتاب شیمی کیمیا نیست، کتاب ریاضیات نیست، قرآن کتاب این چیزا نیست، قرآن کتاب تاریخ نیست، قرآن کتاب ادبیات نیست، قرآن یعنی هدف اصلی کتاب قرآن کریم این چیزا نیست. قرآن برنامه زندگی انسان است. قرآن آمده تا به ما با عنوان انسان‌هایی که روی زمین زندگی می‌کنیم یاد بده که چطور سعادتمند باشیم در دنیا و آخرت، چطور به هدایت واقعی برسیم، چطور از زندگی خود در دنیا و آرامش داشته باشیم و لذت ببریم و در آخرت. اما با وجود این در قرآن کریم اشاره‌های لطیفی است به علوم مختلف که مثل فیزیک یا فیزیک، مثل شیمی، مثل ریاضیات، مثل نجوم و موارد دیگری که بهش خواهیم پرداخت در تاریخ، که این اشاره‌های لطیف کسانی اینها رو میفهمن اولا که در اون فنون و علوم به اوج میرسن، به بالاترین درجات میرسن
و نشانه‌هایی است تا دلالت بکنه که شمایی که مینازی که من متخصص فلان فن هستم، الان مثلا دانشگاه زیاد شده آقا دکترای مثلا فیزیک داره یا دکترای شیمی داره یا متخصصی که از دانشمندان پروفسور فلان ماده و عالم است، حالا فکر میکنه که دیگه چون 4 تا قانون و فرمول و معادله کشف کرده دیگه پس قرآن کریم نیازی نیست که این رو بشناسه. قرآن کریم برای اینکه برای این افراد نشان بده که شما هر چقدر بالا برید باز هم الله تعالی که خالق شماست و خالق اون چیزی که شما پیداش کردید، کشفش کردید، شما تازه فهمیدید که چه رابطه‌ای هست، خالق اینا که شما نیستید، خالق الله تعالی است. اون حتی در قرآنش برای شما اشاره‌های لطیفی داره که اینها رو کی میفهمه؟ فقط ان فی ذلک لآیات لأولی الالباب، صاحبان لب میفهمن، صاحبان مغز و خرد میفهمن فقط این چیزها رو. ما ان شاءالله سعی داریم که ما این مواردی که به این شکل مطرح میشه در قرآن کریم، گرچه گفتیم قرآن کریم کلش از ابتدا تا انتها معجزه است و اعجاز است، اما روی برخی از موارد سعی میکنیم ان در برنامه امروز و برنامه‌های پیش رو در قالب اعجاز علمی قرآن کریم مواردی رو صحبت بکنیم و درباره این اقسامش و انواعش ان شاءالله بیشتر صحبت خواهیم کرد. بسیار خوب. پس در این قسمت از برنامه زلال ایمان و قسمت‌های آینده در مورد اعجاز قرآن کریم می‌خوایم صحبت بکنیم. اعجازی که واقعا تمام مخالفان قرآن را عاجز گردانید در قرآن کریم پیش روش. با وجود تمام مخالفتی که دارن، تلاشی که دارن، نتوانستند که در مقابل قرآن پیروز شوند یا به اندکترین پیروزی دست یابند یا کوچکترین اختلافی در قرآن پیدا بکنن. و الله تعالی می‌فرماید در آیه 82 سوره نساء افلا یتدبرون القرآن، آیا در قرآن نمی اندیشند ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. یعنی این نوع دیگری از تحدی و چالش قرآن این یکی از تحدی‌هایی است که اگر این کتاب از جانب غیر الله تعالی بود در او اختلافات بسیار فراوانی شما می‌یافتید. اگر این کتاب از جانب الله تعالی نمی بود، این کتاب در جمعی گفتیم انواع زندگی ما، برنامه‌هایی که داشته، در خود ادبیاتش به زبان عربی از اول که شروع بکنیم و بقیه موارد، اگر اختلافی می بود خب اون موقع دیگه نمیشد پذیرفت که این کتاب الله تعالی است. چطور امکان داره خالق اشتباه بکنه؟ چطور امکان داره که مالک انسان اشتباه بکنه و الله اشتباه بکنه؟ و اگر اشتباهی و تعارضی و تناقضی در این کتاب میافتیم و اختلافی در این کتاب میافتیم، ما بین یک مطلب در یک جا و مطلب دیگری در جای دیگر، اون موقع ثابت میشد که این کتاب از طرف الله تعالی نیست. و هنوز این تعدی وجود داره. هر کسی که میگه این کتاب از طرف الله تعالی است و از طرف یک انسانی، از طرف الله تعالی نیست و از طرف یک انسانی است، بیاره یک سوره مثل این، نمیتونه و هرگز نخواهد توانست یک اختلاف پیدا بکنه، یک نقطه ضعف در این کتاب که این کتاب به این دلیل قابل پیروی نیست، اینجاش مشکل داره، اینجاش تناقض داره، اینجاش اختلاف داره با فلان نظریه ثابت شده حتی علمی، و این مورد و این مورد و این مورد و این مورد، به این خاطر من قبول نمی‌کنم. هر کسی که آورد بیاد و مطرح بکنن تا ببینیم که چی میگه، برای گفتن چی داره. اینطور کسی پیدا نشده بیاد بگوید که خب ما نمونه هایی داریم در قرآن، مثلا به یک موردی از موارد در چند جای از قرآن کریم با اسالیب مختلف، با اشکال مختلف میپردازد. مثلا در داستان حضرت موسی وقتی میخوانیم، یک جای در داستانش میگه که عصای حضرت موسی مثل ثعبان جور میشود. در جای دیگه وقتی که حکایت از همین حادثه میشود، حیاتون تسعا ذکر می شود. اینطور مواردی رو کسی ذکر نکردن؟ کسانی ذکر کردن که اینها رو، اگر همچین مواردی رو کسانی ذکر کردن که یا در ادبیات عرب آشنایی با خود عربی نداشتن هستن. خب این کتاب اولا کسی که میخواد بفهمه، اما مثلا ما میخوایم یک کتابی که درباره یک علمی نوشته شده به زبان انگلیسی رو به زبان انگلیسی نوشته شده، یک مقاله رو من شما میخوایم نقد بکنیم. اولا باید من شما زبان انگلیسی رو بلد باشیم، تسلط کامل به تعابیرش و مخصوصا اون مصطلحات خاصی که استفاده میشه. این یک. دوم، ما شما باید به اون علم آشنا باشیم. مثلا بالا اینکه من انگلیسی بلد باشم، اما ما شما فارسی بلد هستیم یا نه؟ خب خواندن نوشتن بلدیم. درباره یک علمی به زبان فارسی، درباره مثلا فیزیک یا شیمی نوشته شده، اگر کسی بیاد کسی که درباره فیزیک مثلا آشنایی نداره، گرچه به فارسی نوشته شده، فیزیک نمیفهمه، اصطلاحاتش و درباره همچنین هر علمی آیا حق داره بیاد و خودش رو به عنوان کارشناس در این فن معرفی بکنه و بگه خب من چون خودش اینجا رو نفهمیده یا احساس کرده اینجا با اونجا مشکل داره، بیاد و دانشمندان اون فن رو زیر سوال ببره؟ حداقلش اینه که باید بره مراجعه بکنه به اونها، من اینجا رو نفهمیدم تا بفهموننش که مشکل کجاست. خیلی‌ها سعی کردن به خیال خودشون، الان هم هستن. حالا ما ان شاءالله در پایان بحث یکی از مواردی که بهش خواهیم پرداخت، شبهات باطل کسانی که فکر میکنن در طول این 1400 سال، مخصوصا معاصرین ما که خیلی مینازن به علمشون، به اصطلاح خودشون،
که قرآن اختلافاتی داره و تناقضایی داره. کسانی که قبلا با قرآن مخالفت کردن خیلی کم هم است. اینا جزء شاگردان اونا حساب نمیشن. الان ما ان شاءالله در این باب صحبت خواهیم کرد. ما می‌بینیم که چقدر پوچ این صحبت‌ها و چقدر بی‌مورد است. عده‌ای اومدن خواستن مثلا سوره هایی بیارن. یک نمونه مثلا یکی اومد و در همون زمانی در صدر اسلام اومدن گفتن آقا ما سوره آوردیم. ما یکی گفت خب چی آوردید؟ مثلا بر وزن اصحاب فیل درباره علم تر کیف فعل ربک القاریه میخواست در وزن القاریه و من قاریه و ما ادراک من قاریه رو یک سوره درست بکنه. اومد و گفت که من سوره درست کردم. گفتم بخون. گفت الفیل ملفیل و ما ادراک ملفیل له خرطوم طویل و له ذنب صغیر. دوربری ها خودشون گفتن تو واقعا آیا خودت با این کلامی که خودت درست کردید دوست داشت این قرار بود که تازه بیاد و اینو مطرح بکنین کشف بسیار که شتابان پیش مسلمان ها به تدی بتونن قرآن. گفتن تو خجالت نمیکشی خودت؟ حالا تو خیال میکنی که اومدی هنر کردی الفیل ملفیل و ما ادراک ملفیل له خرطوم طویل. این چرندیات چرت و پرتا چی تو آوردی؟ میخوای بری با قرآن محمد علیه السلام بحث بکنی؟ یک تلاش های مذبوحانه ای ادعا کردن. درست. اما آیا این تلاش واقعا ارزش داره؟ آیا واقعا جایی داره؟ آیا واقعا اصلا وزنی داره این صحبت و این مطلب؟ بله خیلی وقتها خیلی ها حرفایی میزنن، اما چقدر وارد هست این مهمه. چقدر آیا واقعا منصفانه، بدون اینکه اصلا من به عنوان یک کسی که نه کسی که به عنوان مؤمن مسلمان به قرآن، به عنوان یک انسان عاقل، یک انسان منصف اگر بیام این رو بسنجم آیا واقعا این قابل قبول هست یا نه. پس اینو ان شاء الله دربارش به تفصیل صحبت خواهیم کرد که آیا کسانی که آمدن و درباره قرآن کریم خیلی ها کتاب‌هایی نوشتن به خیال خودشون سعی کردن که بیان و طعن وارد بکنن در قرآن کریم که قرآن این گونه است و اینطوره و اینطوره و فلان جاش این گفته فلان جاش اینطور گفته. این درباره اینم صحبت خواهیم کرد، درباره تنوع اسلوب قصص و بیانی قرآن کریم و حکمت هایی که در این وارد هست و ان شاء الله همه کسانی که با قرآن آشنا هستند به خوبی میدانن که در این بحر بیکران و در این عالمی به نام قرآن کریم کسی که میاد، خیلی ها آمدن استاد رحیمی عزیز و اینم نکته جالبی است، خیلی ها آمدند تا از قرآن عیب بگیرن و بر علیه مسلمان ها استفاده بکنن. منصف بودن، وقتی که آمدن و قرآن رو خواندن چنان شیفته قرآن شدن. دشمنی که آمده بود تا بر علیه قرآن کار بکنه مسلمان شد، به خادم قرآن شد و همونجا ماند و دیگه نرفت. و فراوان داریم از این نمونه از معاصرین. من ان شاءالله به تفصیل در این باره داستان‌هایی داریم و صحبت‌هایی خواهیم کرد از معاصرین، از گذشته، کسانی که در علوم مختلف به درجاتی رسیده بودن و از بهترین ها در فن خودشون بودن و از نوابغ و چگونه اینها شیفته قرآن شدن و در حالی که اینها اصلا نیامده بودن تا قرآن رو تحقیق بکنن، آمده بودن از قرآن عیب بگیرن و چگونه تسلیم قرآن شدن در برابر عظمتش. اینا ان شاءالله در برنامه‌های پیش رو باشه خواهیم پرداخت. ان شاءالله. تشکر. سلامت باشید استاد سلیمانی عزیز. اجازه میتیم بریم به سراغ میان برنامه کوتاه، شما هم گلوی صاف کنید. بیننده عزیز میان برنامه کوتاهی را میگیریم و با ادامه موضوعمان که اعجاز قرآن کریم هست برمیگردیم. با اون باشید. من قلبي الحيران ناديت يا منان اغمرني بالغفران وزدني إيمانا. من قلبي الحيران ناديت يا منان اغمرني بالغفران وزدني إيمانا. ذنبي تعلاني للذل أرداني. ذنبي تعلاني. با سلام مجدد خدمت شما بیننده های عزیز و گرامی، با موضوع اعجاز قرآن کریم در برنامه زلال ایمان خدمت شما عزیزان هستیم. استاد سلیمانی عزیز در مورد اعجاز موجود در قرآن کریم صحبت تفصیلی کردند که قرآن کریم چگونه مخالفین و دشمنان خود را عاجز نمود. تشکر میکنم از احمد جان بابت نشر میان برنامه که مرتبط میشد با برنامه ما. تصاویر را که دیدین در آن سرود تمامی کسانی بودند که
توسط یکی از آیات قرآن کریم، با شنیدن یکی از آیات قرآن کریم یا بعضی از آیات قرآن کریم گرویده این قرآن شدن و این کتاب شدن و مسلمان شدن. یعنی کافر بودن، با شنیدن یک آیت یا چند آیت زندگی آنها را این قرآن متحول می سازه و مسلمان می شوند. استاد سلیمانی عزیز، میشه برای ما در مورد انواع اعجاز در قرآن کریم اگر صحبتی داشته باشید؟ اعجاز قرآن کریم ما وقتی که صحبت میکنیم، خب کل قرآن کریم از اول تا آخر گفتیم معجزه است. یعنی هر آیه خودش یک اعجاز است و یک معجزه است. اما در تقسیم بندی اگر بخوایم تقسیم بندی بکنیم و علمی تر صحبت بکنیم، در چند بحث میشه بررسی کرد اعجاز قرآن کریم رو. یکی خب خود موضوع بلاغی و لغوی و ادبی قرآن کریم است. یعنی از لحاظ ادبیات عرب، از اونجایی که قرآن کریم خب به زبان عربی، قرآن کریم به زبان عربی است و زبان قرآن زبان عربی است. در زبان عرب و جای، حالا این نکته هم جالب هست در بین پرانتز ما بیان بکنیم که زبان عربی کاملترین زبان دنیاست و بدون شک و هیچ بحثی روش نیست. و حتی این صحبتی که من میکنم نه به عنوان کسی که علاقه‌مند به قرآن کریم و زبان عربی هستم، اما با اینکه زبان مادری من هم عربی نیست، فارسی است، اما کسانی که در غرب، دانشگاه‌های معتبر غربی، خودشون اعتراف دارن که کاملترین زبان در دنیا زبان عربی است. و یک بحث علمی است، یک تعصب نسبت به یک موضوع خاصی نیست. و از اونجایی که خب کاملترین زبان هست، الله تعالی هم کتابش رو به این زبان برای ما فرستاده و خود همین که قرآن عربی است، پس خودش دلالت بر این داره که انتخاب الله تعالی برای ارسال آخرین کتابش به این زبان دلیل بر این است که این زبان کاملتری است. در بین این زبان هم وقتی که قرآن کریم نازل شد بر رسول صلی الله علیه و سلم، خب کسانی که در زمان رسول الله زندگی می‌کردن همه کسانی بودند که در ادب و ادبیات معروف بودند و مشهور بودند و حتی شعر در بین اونها و شعرهای عجیب، فل بداهه و حافظه‌های عجیب در شعر و بیانشون و فصاحت لغتشون و ادبشون و تعبیراتشون، یک تنافسی موجود بود در جامعه عرب. مسابقه‌ای بود که اصلا خود به خود این دیگه یک فخر حساب میشد بین همه. حتی دیوان اشعاری که نوشته بودن، اشعار مختلفی به اسم دیوان سبع، 7 تا دیوان مختلف رو که عرب اینها رو شعرای عرب گفته بودن، به عنوان افتخاراتی در داخل کعبه معظمه اینها رو آویزان کرده بودند که به اسم دیوان سبع معلقه معروفند در ادبیات عرب. هر کسی که با ادبیات عرب آشنایی داره حتما با این دیوان‌های 7 گانه آشناست. و در این فضا رسول الله علیه السلام که گفتیم خواندن و نوشتن نمیدانستن. این نکته رو خیلی من روش تاکید میکنم در این برنامه و برنامه‌های پیش رو. رسول الله علیه السلام از لحظه تولدشون تا لحظه وفات در 63 سال عمر نازنین و مبارکشان خواندن و نوشتن بلد نبودند. یعنی نمیتونستن بنویسن. خواندن و نوشتن است. یعنی متنی رو بخونن یا بنویسن. و این رو هم من باز بیان بکنم که خواندن و نوشتن بلد نبودن به معنای بی سواد بودن نیست. این دو تا موضوع با هم مختلف هست. بعضیا میگن بی سواد بوده. نه خیر، اصلا موضوع این نیست. خیلی ها هستن نابینااند، نه خواندن بلدن و نه نوشتن بلدن. یک نمونه خیلی مثال خیلی ساده، کسانی هستن نابینا هستن، نه خواندن بلدن و نه نوشتن چون نمیبینند، اما دانشمندن، اما دکترای یک علم رو دارن، اما استاد دانشگاه هستن. این که انسان خواندن و نوشتن بلد نیست به این معنا نیست که بی سواد است. خواندن و نوشتن بلد نبودن. اما حالا ما غالبا اگر سواد به معنای خواندن نوشتن باشه باید میشه که گفت بی سواد، مثل امی مثلا. مسئله این است که الان خواندن و نوشتن ندانستن، خود خیلی ها هستن که خواندن و نوشتن بلد نیستن اما بلدن، تجربه دارن، علم دارن، یاد میگیرن. چون برای ما الان یکی از مهمترین راههای آموزش علم خواندن و نوشتن است، الفبای علم خواندن و نوشتن است. قیاس میکنیم وقتی کسی خواندن و نوشتن بلد نیست، پس یعنی حتما خیلی از کتابی نخوانده، یعنی چیزی ننوشته، مطالعه نداره، پس به این معناست که پس چون مطالعه نمیکنه پس بلد نیست. در حالی که این تصور دقیقی نیست. درسته که در قالب افراد شاید صدق بکنه، اما این یک قاعده کلی نیست. و رسول الله علیه السلام یک نمونه عینی این موضوع هست، چرا که ایشون علم رو مستقیم از طرف الله تعالی بهشون میرسید، وحی میشد بهشون، علاوه بر ذکاوت و هوش و استعداد و توانایی و تجارب زندگی خودشون. موضوع حالا من میخوام برسم که رسول الله علیه السلام خواندن و نوشتن بلد نبودن تا اصلا دیگران متهمشون نکنن که این خودش با استعداد بود، ادیب بود،
نوشتن بلد بود، خواندن بلد بود، کتاب‌های دیگر رو خواند، یک چیزی نوشت، ترجمه کرد، استفاده کرد، یاد گرفت از دیگران. و میدونیم هم که سفری هم نداشته جایی قبل از نبوت تا 40 سالگی از مکه مکرمه هم زیاد بیرون نرفت بود. در یک سفر اونم 12 13 سالگی تا شام رفت برگشت. الان رسول الله علیه السلام میان در مکه مکرمه که اون همه عظمت داشتن در ادبیات، میان یک دفعه چیکار میکنن؟ میان درباره یک کتاب میارن که این کتاب در طول 23 سال وقتی که متنش نازل شد، خود این شکل ادبیاتش، ما الان متن وقتی برای ما میخونن ما فارسی صحبت میکنیم، فلانی میگن خیلی قشنگ صحبت میکنه، فلانی خیلی اصلا انسان وقتی صحبت میکنه انسان رو جذب میکنه، انگار که سحر داره صحبتش. چیش قشنگه، چی صحبت، چی زیبایی در صحبتش هست. خب اونم فارسی صحبت میکنه، مثلا زبانی که ما صحبت میکنه یا هر زبان، خب اونم به زبان من داره صحبت میکنه، منم همین زبان رو بلدم، میفهمم اون چی میگه. فرق من و اون چیه؟ فرق در چیه؟ در تسلط من به زبان. فرق در چیه؟ در اسلوبی که استفاده میکنه. فرق در جمله بندی هاست، در تعبیراته. چرا شعرا از دیگران حرفشون جالبتره و شیرین‌تره؟ چرا شعر اصلا شیرین‌تره از صحبت عادی؟ همون کلام فارسی جملاتش فقط همون شعر، همون زبانه، فقط جملات جابجا میشه، وزن داده میشه، یک کمی روش کار میشه. این مهمه. الان قرآن کریم آمد، وقتی که شروع کرد به صحبت کردن، رسول صلی الله علیه و سلم آیات قرآن رو خواند، کلام الله متعال وقتی که گفته شد، الان عرب خودش میدونه که این کلام چقدر وزن ادبی داره. حالا بقیه محتواش به جای خود، محتواش به جای خود این وزنش چقدر سنگینه و چقدر جملات و تعابیر و کلمات دقیقه، این جمله‌بندی ها که هیچ خللی در اون نیست، هیچ خللی درش نیست. یکی از شگفتی های قرآن کریم جنبه ادبی قرآن کریم است. حالا تو این زمینه من قصد ندارم زیاد صحبت بکنم، چون تخصص، حالا ما شاید بتونیم تخصصی صحبت بکنیم در این باب، ولی خب دوست دارم که بینندگان عزیز هم با موضوع ما همراه باشن و چون بسیار از بینندگان عزیز ما با ادبیات عرب آشنا نیستن، شاید صحبتایی که ما بکنیم برای خیلی از عزیزان مفهوم نباشه، چون وقتی که کسی در یک زبانی تسلط کامل نداشته باشه، خب قواعدش رو هم شاید اونقدر متوجه نشه و درباره اعجاز بلاغی و ادبی اون زبان هم بخوایم صحبت بکنیم، فقط کسانی میتونن متوجه بشن که تخصص در اون زبان داشته باشن. اما همین بحث برای این موضوع اعجاز ادبی قرآن کریم که وقتی که میشنیدن مشرکین مکه که خودشون در رأس فصاحت بلاغت بودن، در شگفتی میماندن که اینجا این چه کتابی است، تا جایی که گفتن انه لساحر، این هذا لسحر مبین، این سحره، این کلمات. چرا؟ چون تاثیر میگذاشت. هر کی میشنید در جا وقتی که خونده میشد آیات بر کسی متحول میشد و متاثر میشد، گفتن این سحره، این کلام، چیز دیگه پیدا نکردن، گفتن سحر. و همین بحث که در طول 1400 سال در جهان عرب با وجود دشمنی های خیلی از ادیبان عرب با قرآن، کفاری که بودن هنوز هم هستند، نتوانستند به مانند قرآن بیارن. حتی عرب ها خودشان هم نتوانستند، چه برسه غیر عرب که بیاد که زبان عربی یاد بگیره. مخالفین قرآن از عرب میدونیم که همه عرب مسلمان نیستن، ما عرب مسیحی هنوز داریم، عرب یهودی حتی داریم، ما عرب مشرک داریم، عرب بیدین داریم، عرب سکولار داریم، اما نتوانستن. یکی از جنبه‌های اعجاز قرآن کریم اعجاز ادبی قرآن کریم هست که چقدر زیباست. وقتی که ما شروع می‌کنیم مثلا در سوره‌های مختلف قرآن کریم، علاوه خصوص سوره‌هایی که در آخر قرآن کریم هستن، وقتی که وزن که خود وزن که داره، مثلا من همینجوری که باز کردم مثلا سوره مدثر اومد، یا ایها اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن، ما فقط وزنش رو نگاه کنیم چقدر این تعابیر آخر کلمات چقدر مثل همه، شبیه همه. یا ایها المدثر، اینجا این ر میاد، قم فانذر و ربک فکبر و ثیابک فطهر، این آخر همه اینها وزنش مثل همه. و رجز، الان باز ببینیم اونجا کسره با را بود الان باز ضمه با را میاد. و رجز فهجر ولا تمنن تستکثر، دوباره ولربک فاصبر، یک ضمه اومد باز دوباره کسره ها داره میاد. و اذا نقر فی الناقور فذلك یوم عسیر علی الکافرین غیر یسیر ذرنی و من خلقت وحیدا، الان دوباره وزن میشه. و جعلت له مالا ممدودا و بنین شهودا و مهدت له تمهیدا. این وزن خود به خود اصلا غیر عرب هم وقتی که میشنوه، کسی که اصلا عربی بلد نیست
چرا وقتی قرآن خوانده میشه یه قاری خوش زبان و زیبا میخونه، صدای زیبایی داره میخونه قرآن رو، کسی که اصلا نه عربی بلده نه میدانه که حتی این چی هست متأثر میشه. خیلی از کسانی که در اروپا جدیدن، حالا خیلی از جوانان مسلمانی کار میکنن در اروپا آمریکا، میرن تو شهرها از یک کسی که میاد مردی زنی روبروشون ازشون میپرسن، تو یوتیوب و از این چیزا اگر سرچ بکنم زیاده، و میگن اجازه هست 2 دقیقه چیزی بخوام بدم گوش بکنی، هدفون میدن، میگن گوش کن، 2 دقیقه یک چیزی گوش بکن، نظرت چیه؟ میگه خب ضرر نمیکنه، میخواد گوش کنه، شاید موسیقی چیزی هست، و براش یک تلاوتی از یک قاری خوش صدا میگذارن و گوش میکنه. وقتی گوش میکنه متاثر میشه و میبینیم که اشک‌ها از چشم کافری که اصلا اعتقادی به قرآن نداره میریزه و نمیدونم چی هست و نمیدونه که چی هست. و بسیار از این فیلم ها رو اگه ما ببینیم بعد گریه میکنه طرف، بعد میگه چی بود این چی بود؟ خیلی رو من تاثیر گذاشت، خیلی متاثر شدم، خیلی لذت بخش بود و اشک میریزن. چرا؟ اینها یک بخشش برمیگرده بشیم این کلام الله تعالی است. در خود تعبیر در کلمات الله متعال میدونه که چطور با بنده‌اش صحبت بکنه. کلام الله متعال اعجاز بلاغی داره و ادبی داره. درست. توی این موضوع حالا کمی چون تخصصی تر هست نسبتاً و نیاز به آشنایی با زبان عرب داره، شاید زیاد صحبت نکنیم. موضوع دیگری که در قرآن کریم همینقدر کافی است که عرب خودشان را یعنی پادشاه فصاحت و بلاغت میدانستن و غیر عرب را عجم یعنی گنگ خطاب میکنن، همان عرب فصیح در مقابل این قرآن عاجز ماندن. یعنی همینقدر کفایت میکنه برای اعجاز بلاغی و ادبی این کتاب. بلکه حالا شما باز کردین دوباره، من بسیاری از شاعران عرب، شاعرانی که یعنی وقتی انسان کلام اونها رو میخونه میمونه، یعنی واقعا در هوششون، در ذکاوتشون، در تعابیرشون، در جملاتشون، ما شاعرانی که در زبان فارسی داریم اگر بخوایم اینها رو با شاعران عربی مقایسه بکنیم مقایسه نیستن اصلا. یعنی ما در فارسی خب دیگه اوج شعر فارسی ما سعدی است و دیگه در رأس سعدی، همه عزیزانی که با ادبیات فارسی آشنا هستن میدونن که سعدی دیگه در ملک سخن پیشتاز بر دیگران هست. و باز هم سعدی شعرهای عربیش رو شما نگاه کنید با شعرهای فارسیش. یا مثلا حافظ خب یکی خیلی از زیبایی های شعر حافظ، من کاری به محتوای شعر ندارم، فعلا بحث من فقط ادبی است. من یک حالا بعضی از عزیزان میگن چرا از فلانی تعریف میکنید، من با محتوایش، اشعار، با عقیده و باور هیچ کسی فعلا صحبتی ندارم. صحبت من فقط یک جنبه ادبی داره. صحبت شعر حافظ رو، دیوان حافظ رو عزیزانی که مثلا آشنا هستن، از همون اول وقتی شروع میشه الا یا ایها الساقی ادر کأسا و نابلها، اصلا خود مثل اولش عربیه. اصلا خود زیبایی این شعر اینه که عربی فارسی رو هم قاطی کرده. الا یا ایها الساقی ادر کأسا و نابلها که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها. این خود به خود همین ادبیات در بین عرب با شعرای عرب در برابر شعرای فارسی زبان استاد شعرای فارسی زبان حساب میشن، گرچه خود شعرای فارسی زبان هم همه عربی مسلط بودن چون همه اهل سنت بودن و اهل سنت ما هم میدونیم که رابطهشون با ادبیات عرب و قرآن کریم آشنا بودن زیاد. با این وجود شعرای ادب عرب وقتی به اونها گفته میشد که تو در فصاحت چقدر مثلا به دست بالایی داری، به جاهای رسیدی که کسی عریفتون نمیشه، در جا جواب میداد تا وقتی قرآن هست صحبتی از غیر قرآن نکنید. در ادبیات عرب از ما صحبت میکنید در حالی که قرآن کریم هست، چطور جرأت میکنید همچین حرفی رو بزنید که تو در ادبیات عرب به جای رسیدی که کسی نرسیده، در حالی که قرآن در دست شماست. خود همه این ادبیات خیلی هاشون به قرآن اعتقادم نداشتن، اما وقتی که کلام عرب رو، خود قرآن رو میدیدن، خود ادبیاتش رو میدیدن، میفهمیدن که این کتاب ادبیاتش رو نمیشه این رو یک انسان عادی. الان ما صحبت از چی است؟ گفتیم اعجاز قرآن یکی این است که خب وقتی کسی میخواد بنویسه اول خود ادبیات باید شکلی باشه، جملات جامد باشه و جملات مرتب باشه. بزرگترین شاعران عرب در طول تاریخ که در ادبیات اوج گرفتن از دیگران و سبقت گرفتن، در مقابل ادبیات قرآن عاجز بودن. گفتن ما اصلا نمیتونیم رقابت بکنیم با ادبیات این کتاب. محتوا به جای خود، اون بحث دیگری است، ما به محتوا نرسیدیم، ما فقط تازه درباره خود الفاظ داریم صحبت میکنیم. این سبک هایی که داره، حالا من اینها رو انشالله من رو تشویق کردید تا بالا اینکه بحث کمی تخصصی تر است، در برنامه بعد نمونه هایی رو عینی بیاریم انشالله. نمونه هایی که چطور قرآن کریم در یک جمله مثلا میاد، در یک جمله میاد 2 تا امر میاره، 2 تا نهی میاره، 2 تا بشارت میاره و 2 تا خوف میاره در یک جمله یک خطی. 2 تا امر هست، 2 تا نهی هست، 2 تا بشارت هست در یک جمله یک خطی. و اینها خب اینا اصول اسالیبی هست که در بلاغت درباره صحبت میشه و شکلش هست، اون بحث‌های تخصصی تر است. پس
یکی از مباحثی که در بحث قرآن کریم بسیار مطرح است، چرا قرآن کریم 1400 ساله که همچنان در رأس وایساده، که صورت نمیکنه به قرآن کریم نزدیک بشه اصلا در مقام نقد. بله. چون نمیتونه. نه که این کتاب بگن خب چون قداست اون اصلا اعتقادی به قرآن نداره، به قرآن، اما میترسه از نزدیک شدن به قرآن. مثل دو نفری که در میدان میخوان مسابقه کشتی بدن، یکی اصلا دشمن اون است، میگه من کی میتونم این رو به زمین بزنم، اما هرگز جرئت نمیکنه بهش نزدیک بشه، چون میدونه که من نمیچربه زورم به این. من وارد میدان بشم چون منو ضربه بزنی میکنه که بیهوش منو بعد از بیمارستان سر در بیارم اونجا بیهوش بشم که چی شد. اینها قرآن کریم در یک بعدش بحث فقط ادبی است. درست. این صرف این که محتوا چی هست، خود اعجاز ادبی و بلاغش. درست. موضوع دیگری که در قرآن کریم صحبت میشه روش اعجاز تاریخی قرآن است که ما بهش اسم اعجاز تاریخی صحبت میکنیم ازش. یعنی چی؟ همونجور که از اسمش میاد به تاریخ مرتبطه. تاریخ یعنی زندگی گذشتگان، داستان‌های گذشتگان. و وقتی که قرآن کریم میاد درباره داستان‌های گذشتگان صحبت میکنه، خب الان قرآن وقتی صحبت میکنه، قرآن کی نازل شده و کجا نازل شده این مهمه. قرآن بر رسول الله علیه السلام در قرن 6 میلادی در سرزمین حجاز عربستان که هیچ آگاهی از تمدن‌های اطراف ندارن، غالبا مردمش این گورن، حتی کتاب تورات، حتی کتاب انجیل رو نمیدونن، خیلیاشون بلد نیستن و خواندن و نوشتن هم خیلی بلد نیستن، فقط همون آداب و رسوم خودشون رو دارن. در سفرها هم نهایتش تا شام میرن و تا یمن میرن. بله. اما رسول الله علیه السلام همین سفرها را هم هنوز نرفتن. بله. از سرزمین حجاز هم خارج نشد اونقدر. در دریا که اصلا تا آخر عمر مبارکش دریا ندیده تو زندگیش اصلا. رسول الله هیچ وقت به دریایی نرفت، ساحلی نرفت. الان میاد قرآن کریم صحبت میکنه از چی؟ از تاریخ گذشتگان. کی داره صحبت میکنه؟ اون کسانی که میگن قرآن کلام محمد است، این رو باید جواب بدن. محمدی که علیه السلام از مکه و مدینه خارج نشد، از حجاز خارج نشده، نهایتش دریایی ندیده، شامی نرفته، یمنی نرفته، عراقی نرفته، خواندن بلد نیست، نوشتن بلد نیست. یعنی چی؟ یعنی هیچ کتابی هم نخوانده که از روی اونها بگیم خب کتابای گذشته رو خونده، آثارش رو گرفته. یک دفعه میاد درباره زندگی کی صحبت میکنه؟ پیدایش آدم علیه السلام. میاد درباره نوح علیه السلام صحبت میکنه و کشتیش. میاد درباره لوط علیه السلام و قومش. میاد درباره شعیب علیه السلام و قومش صحبت میکنه. میاد درباره صالح و شتر صالح صحبت میکنه. میاد درباره اصحاب کهف صحبت میکنه. میاد درباره ذوالقرنین صحبت میکنه. میاد درباره مریم و آل عمران صحبت میکنه. آل عمران سوره به نام آل عمران است. خود عمران، خانمش، مریم، زکریا، یحیی، عیسی، با تفصیل کلامش، حتی کلماتشون رو میگه. سوره کمتر جزئی در قرآن کریم است که درباره موسی علیه السلام صحبت نکنه، در حالی که رسول اصلا مصر نرفته و ندیده و درباره مصر تاریخ مصر نمیدانه و هیچ مطالعه‌ای هم نداشته. تفاصیلی ذکر میکنه درباره مصر، درباره ملاقات موسی علیه السلام، صحبت موسی با الله تعالی، اون عصایی که چند لحظه پیش صحبتش بود، درباره شکافته شدن دریا، درباره معجزات، درباره رفتنشون به اون طرف دریا در فلسطین، درباره سرزمین قدس، درباره طالوت، درباره جالوت، درباره هاروت، درباره ماروت. اینا همه اسمایی که در قرآن کریم، درباره سلیمان نبی و ملکش و درباره داوود علیه السلام و درباره اینها مواردی هست که یک سوم قرآن کریم قصه هایی است که از گذشتگان است. قصه های گذشتگان است. اینها رو از کجا آورده؟ سوال. از کجا آورده؟ شما یکی میگید محمد علیه السلام از پیش خودش نوشته، از کجا آورده اینها رو؟ الله متعال میفهمد تلک من انباء الغیب نوحیها الیک ما كنت تعلمها انت ولا قومك من قبل هذا. اینها بعد از اینکه داستان نوح علیه السلام در سوره هود الله متعال ذکر میکنه که کشتی و پسرش و چطور غرق شدن و حکایتاش، بفهمد پیغمبر من این آنچه که امروز ما به شما گفتم من انباء الغیب، اینها از غیبه. غیب که شدن چی؟ ما کنت تعلمها انت، نه تو خبر داشتی، ولا قومک، و نه قوم تو. اینها رو هیچ کدومتون نمیدونستید. وقتی قوم خبر نداره، خود شخص خواندن نوشتن بلد نیست، سفری هم نکرده، کسی هم براش نگفته، کتاب‌های گذشته هم نخوانده و نمیتونه بخونه، از کجا میاره این تفاصیل رو؟ تفاصیلی که دروغ نیست،
بعدها وقتی که نگاه میکنه انسان به نسخه هایی از تورات و نسخه هایی از انجیل که صحیح تر موندن در همون زمان قرآن، یهودیان میگن والله همون چیزی که اینجا گفته همونه. وقتی مسلمان ها بلند میشن میرن حبشه، پادشاه حبشه از اونها میخواد که شما از اون قرآنی که پیغمبر شما آورده بخونید بر من. خودش مسیحی هم میان سوره مریم رو براش میخونن، اشک از چشمانش میریزه. نه رسول الله او رو دیده و نه اون رسول الله رو دیده و کافره، مسیحی است. وقتی که میخونه مسلمان هم تا رو اولین بار دارن میبینن. مسلمان‌ها هیچ کدومشون تورات انجیل نخونده بودن. وقتی که اشک میریزه از چشمانش اشک میریزه، میگه والله آنچه که در انجیل آمده درباره عیسی با آنچه که در قرآن شما آمده به اندازه یک خط میکشه روی زمین، میگه به اندازه این خطی با هم فاصله ندارن. این همون چیز است. هیچ تفاوتی ندارن. داستان ها بیارن ثابت بکنن. هر کسی که میگه تفاوت داره ثابت بکنید. و بلکه ما ثابت میکنیم که اگر شما جایی هم میگید تفاوت داره، تناقض از شماست نه از قرآن. اصل قرآن است. شما همونجا تعریفش کردید در تورات، در انجیل و تناقضات دلالت بر این داره، اما در قرآن کریم ما هیچ تناقضی وجود نداره. آنچه که این بحث ما مفصل درباره صحبت خواهیم کرد. یک موضوع تفصیلی ان شاء الله درباره اعجاز تاریخی قرآن کریم ان شاء الله و چرا این اعجاز هست، چطور نمونه‌های ذکر خواهیم کرد. این موردی است که اعجاز تاریخی قرآن کریم است. بحث مفصلی است. من ان شاء الله بینندگان میخوام که با ما باشن. ان شاء الله. اینا فقط سرفهرست، این تبلیغات برنامه اعجاز علمی است. بحث دیگری که در باب اعجاز قرآن کریم صحبت خواهد شد، خود نحوه بیان قصه هاست. وقتی که خود شکل بیان معجزه است، اعجازه، چگونه الله تعالی به تصویر میکشه برای ما این حکایت ها رو که اصلا هیچ انسانی قبلش و بعدش همچین اسلوبی رو استفاده نکرده. یک تیکه رو این قسمتی در یک داستان دیگه میاره، یک تیکه در یک داستان دیگه میاره. داستان وقتی که فیلم داستان شروع میشه، حالا اگه تعبیر فیلم درست باشه بگیم، وقتی که الله تعالی مثلا شروع میکنه برای ما از یک گوشه، یک دفعه از یک داستان از یک جای شروع میشه که ما رو میبره در اون داستان با خودش. قرآن کریم ما رو میبره، تصویر سازی میکنه، ذهنی ما رو در فضا قرار میده. داستان موسی علیه السلام رو مثلا وقتی که میخونیم در وادی طور، یک دفعه که میره، وقتی که الله تعالی میفهمد از اون گوشه رفت، یک گوشه آتشی بود رفت، ندا آمد، بعد یک دفعه تصور میکنیم اون فضا رو، ندا چی بود، کلام چی بود، خود وضعیت موسی علیه السلام رو برای ما توصیف میکنه که چه حالتی داشت، چی گفت با الله متعال، وقتی عصا رو انداخت چطور شد، بعد حالت موسی علیه السلام، حالت عصا، اون ماری که درست شد، اژدهایی که درست شد. یک دفعه داستان یک دفعه وای میسته، یک دفعه میبینیم که داستان میره یک جای دیگه، تصویر میره یک جای دیگه، از اونجا باز شروع میکنه، یک دفعه تصویر برمیگرده میره یک جای دیگه، از یک جای دیگه شروع میکنه. اینها خود این اسلوب ها اینا باید در خلال داستان مشخص میشه. عزیزانی که در درس تفسیرها مطالعه دارن و هستن، اونجا بهتر میشه این موضوعات رو توضیح داد. ما در برنامه حفظ قرآن سعی کردیم که این موضوعات رو به تفصیل برای عزیزان تصویر بکشیم که چگونه الله تعالی برای ما یاد میده اصلا تصویر که سازی رو و حکایت بیان. داستان‌های قرآن کریم، خود داستان زیباست، لذت بخشه. داستان یوسف علیه السلام شروع میشه خواب، از یک خواب شروع میشه. از اول داستان وقتی که یوسف به باباش گفت خوابی دیدم، میاد با پایان داستان هم با تعبیر همین خوابه و در همین داستان 4 تا خواب باز ذکر میشه. مدار داستان یوسف علیه السلام خواب هستن، خواب خودش، خواب زندانیا 2 نفر، خواب پادشاه. این همه خواب هست که همین خوابا باز تعبیر هم میشه هر کدومش در این داستان. بعد یوسف علیه السلام که باز خلاصه کلام داداشا خبر میشن، نمیگه چطور خبر میشن، خبر شدن، خلاصه کلام میره اون طرف. دوباره یک دفعه یوسف علیه السلام در چاه میبینیم، با یوسف رو در بازار میبینیم، یوسف رو در قصر وقتی که میره مستقیم میره سراغ اصل موضوع، اون قسمتی که در قصر مورد نیت سو قرار میگیره. بعد در زندان میبینیم، بعد دوباره یوسف رو در تخت شاهی میبینیم، بعد یوسف علیه السلام رو در حکایت برادرانش میبینیم و این لذت هایی که در حکایت ها هست خودش یک اجازه و سبک بیان، شکل بیان، نه تنها در داستان ها، در کل قرآن کریم، ارتباط سوره با سوره دیگه، ارتباط آیات با آیات دیگر. چطور یک آیه وقتی که صحبت میشه، اینها نیاز به بررسی داره، اینها نیاز به مطالعه داره، نمیشه به راحتی درک کرد. ما وقتی که ترجمه آیات رو بخونیم شاید خیلی جا نفهمیم که چرا یک دفعه داستان از اینجا رفت اونجا، چرا از یک آیه حکایت پرید به یک آیه دیگه، چه ربطی بین 2 تا آیه با هم بود، چه ربطی بین این داستان و داستان بعدی هست و چطور اینها رو ما بتونیم برداریم. این نیاز به کمی تخصص داره و شرح داره و توضیح داره. اعجاز تاریخی، اعجاز
اول گفتیم اعجاز بلاغی، تاریخی و همچنین شکل بیان و مطرح کردن. موضوع دیگری که در قرآن کریم مطرح است اعجاز علمی است. گفتیم قرآن کریم قرآن کریم کتاب هدایت بشر است و زندگی است. بدون شک. کتاب فیزیک و شیمی و ریاضیات و نجوم نیست. اما در قرآن کریم آیاتی است که وقتی مثلا یک فیزیکدان، نمیگم یک شاگرد فیزیک، پروفسور، یک استاد دانشمند فیزیک، من این صحبت خودم رو دارم به نقل از یک دانشمند فیزیک میگم. من خودم با ایشون همکلام بودم، حالا بدون ذکر نام، و ایشون خودش این تعبیر رو برای من داشت و برام خیلی جالب بود که ایشون میگفت، ایشون خودش الان فعلا یکی از دانشمندان فیزیک ایران است، من در تهران باش ملاقاتی داشتم در یک نمایشگاهی. ایشون این تعبیر رو داشت که در علم فیزیک کسانی اشاره های برخی از آیات رو آورد، من اشاره در برنامه‌های بعد به این آیات هم اشاره خواهم کرد که این آیات رو فقط کسانی میفهمند که در علم فیزیک به درجاتی رسیدن که دیگران نرسیدن. میگفت قرآن کتاب فیزیک نیست، اما آنچه که اشاره کرده در علم فیزیک، آیاتی که اشاره کرده، دانشمندان فیزیک در برابرش زانو میزنن، چون میدونن، اون میفهمه که من بعد از یک عمری مطالعه و تحقیق تازه به این نتیجه رسیدم. 1400 سال پیش کتاب اشاره کرده بود، امکان نداره این رو کسی دیگری گفته باشه. ما در علم شیمی یکی از کسانی که گفتم اومده بود تا از قرآن عیب بگیره پروفسور کیتمور معروف است، فیلماش هم هست، ان شاء الله نشون خواهیم داد. ایشون آلمانی است و از کسانی است که اومده بود به سرزمین حجاز، رفته بود به عربستان تا عیب بگیره از قرآن کریم و به اسم پدر علم جنین شناسی میشناسن ایشون رو. درست. علم جنین شناسی، علمی که درباره رحم و نوزاد و جنین در شکم است. این علم یک علم نوپاست، یعنی شاید 50 سال 60 سال بیشتر از عمرش نگذشته، چون دستگاه‌های جدید اختراع شده و این دستگاه تو وقتی نبود این علم هم اونقدر پیشرفتی نداشت. این به خیال خودش، به زعم خودش، با صحبت خودش نشونه این هست که از من دعوت شد در عربستان که بیا درباره علم جنین شناسی در قرآن یک کنفرانسی است، بیا شما شرکت کن. این رأس این علم در دنیا بود در زمان خودش. نفر اول علم جنین شناسی دنیا رو دعوت کردن تا بیاد و مسیحی است و اعتقادی هم به قرآن نداره، بیا درباره قرآن صحبت کن. میگه که من خندم گرفتم، گفتم کتابی که 1400 سال پیش در عربی در حجاز آورده که غذای خوردن برای آب نوشیدن درستی نداشتن، حالا درباره علم جنین شناسی که 50 سال از عمرش بیشتر نگذشته اومدم میگه خلاصه که عیب بگیرم. گفتم یک تفریح هم میشه، بالاخره میبینم سرزمین عرب ها رو و هم این که تفریحی هست و هم به هدفی میرسم. وقتی که ایشون رفت و سفر کرد، بعدش چی شد؟ بعدش مسلمان شد و ده ها و صده ها نفر محقق رو با خودش مسلمان کرد. داستانش باشه در وقتش ان شاء الله باش خواهیم پرداخت. الان ما یک بحثی داریم به اسم اعجاز علمی قرآن کریم. درست. مواردی که آیاتی که خطاب این آیات به کسانی است، به کسانی است که فکر میکنند چون 4 تا فرمول شیمی یا 4 تا معادله فیزیک یا 4 تا معادله ریاضیات یاد گرفتن یا یک تلسکوپی گذاشتن با آسمان نگاه کردن و 4 تا ستاره دیدن، فکر میکنن که الان من فکر میکنه خودش خالق این چیزاست. بابا تو تازه فهمیدی که خدا چی خلق کرده، یک ذره چطور خلق کرده، یک ذره تازه. حالا اومدی خالق رو انکار میکنی. یکی از همین آدم ها با عرض پوزش نمیشه اسم آدم گذاشت روی اینها، الله تعالی میفرماد اولئک کالانعام بل هم اضل. یکی از اینها تلویزیونی میدیدم، نشسته بود استاد و ایشون دکترای علم فیزیک داشت، به خیال خودش نشسته بود و صحبت میکرد، میگفت که علم فیزیک ثابت کرده که خدایی وجود ندارد و ایشون هم از دانشگاه فلان و فلان و فلان همچین لقب‌های سرم به قلمبه. من خندم گرفته بود که واقعا انسان چقدر باید جاهل و نادان باشه و تویی که انتظار میره از تو حداقل عاقل‌تر باشی در این موارد، انسان که نخواد الله تعالی هدایت بکنه این گونه میشه. و اینها رو ما برای صحبت خواهیم کرد. کسانی مثل این شخصی که ذکر کردم، امثال اینها رو الله تعالی در قرآن کریم براشون خطاب میکنه با آیاتی فقط. عاقل یک اشاره براش کافی است. قبول کرد نکرد هیچ ضرر نمیکنه اسلام و ایمان و امت اسلامی. اعجاز علمی درباره مواردی هست آیات قرآن کریم به اسم اعجاز علمی است و امکان نداره که آنچه که ما در بحث اعجاز علمی مطرح میکنیم رو رسول الله علیه السلام 1400 سال پیش در
مکه مکرمه از پیش خودش گفته باشه. امکان نداره انسانی با اون شرایط زندگی 1400 سال پیش بدون ارتباط با وحی. الان تمام عظمت رسول الله ارتباطش با وحیه. چرا ما رسول الله علیه السلام رو دوست داریم، ایمان داریم، ارزش براش قائلیم، براش شخصیت داره برای ما؟ به خاطر اینکه پیامبر الله تعالی است، به خاطر اینکه بهشون وحی میشه، به خاطر اینکه مورد عنایت خاص الله تعالی است. وگرنه اگر ارتباط رسول علیه السلام با الله تعالی نبود، یک نفری بود مثل بقیه قریش در عرب، در تاریخ عرب گم میشد، اصلا اسمی ازش نمی اومد، نامی ازش ذکر نمیشد. هزاران قبل از ایشون در عرب و تاریخ عرب بودن که ما نمیدانیم کی هستن اصلا. خود نسل رسول صلی الله علیه و سلم رو ما تا یک چند نفری بالاتر بیشتر خبر نداریم. نسلشون تا ابراهیم رو کامل نمیتونیم ما تشخیص بدیم و نیست سند صحیحی که ثابت بکنه بعد از عدنان به بعد کی هست. اما این اجازه علمی رو ما ان شاءالله دربارش به تفصیل صحبت خواهیم کرد. و یک موضوع دیگری که من البته قصد داشتم تو این برنامه مطرح بکنم که دیگه وقت تموم شد، موضوع اعجاز عددی و اعجاز عددی یعنی شماره ها. ما این یک موضوعی جالبی است و خیلی ساده است. در این کتابی که طول 23 سال میدونیم که قرآن در طول 23 سال نازل شده، نه یک باره، بر رسول علیه السلام و رسول الله در اتفاقهای مختلف آیات داشتن. درست. آقا اومدن ازشون پرسیدن اون کسانی که رفتن تو تاریخ کیا بودن؟ از روح برای ما بگو، از اون پادشاهی که شرق و غرب زمین رو گرفته بود بگو، که سوره کهف نازل شد. خیلی از سوره ها بر مبنای یک اتفاقی مثل سوره احزاب، مثل سوره توبه، مثل سوره انفال، مثل آل عمران، مثل به آیاتی از بقره شأن نزول داره، برای یک اتفاق خاص اومدن اینها. با این وجود در طول 23 سال رسول الله علیه السلام صحبت کرده به راحتی، در یک موضوع صحبت کرده و آیات اومده و آیات نازل شده. و بعد از این می‌بینیم ما الان بعد از این که قرآن کامل میشه که چه نظم عجیبی است، چه نظم عجیبی در بین حالا اون اعجاز تاریخی، اون بلاغت، اون شکل بیان، اون محتوا، اون اعجاز علمی به جای خود، تعداد کلمات چقدر دقیقه. یک کلمه می‌بینیم که مثلا 4 بار میاد چی میشه، من نمونهش 24 بار الرجل ذکر میشه، کلمه الرجل دقیقاً 24 بارم المرأه ذکر میشه. الرجل یعنی مرد، المرأه یعنی زن، در حالی که این دو تا کلمه با هم استفاده نشده که بگیم خب همیشه الرجل و المرأه با هم استفاده شده. یک جای رجل اومد، یک جای المرأه اومد، 24 بار این اومد، 24 بارم اون اومد. یعنی که دقیق مثل هم میاد. یک اعدادی که دقیقاً یک کلمه تکرار شده به یک اندازه که عین همین جای دیگه تکرار شده. تعداد ماه‌های سال چند تاست؟ 12. در قرآن کریم کلمه اشهر، شهر و اشهر، آنچه که ماه، کلمه ماه، شهر و اشهر مشتقاتش 12 بار در قرآن تکرار شده، در حالی که با هم تکرار نشده. ماها چند تاست؟ 12 تاست. کلمه الصلوات مثلا، حافظوا علی الصلوات مثلا، کلمه الصلوات این نمازها چند بار ذکر شده باشه خوبه؟ 5 بار. در قرآن کریم 5 بار کلمه الصلوات ذکر میشه. ما میدونیم چند بار باید نماز بخونیم؟ 5 بار نماز میخونیم. خب اینها آیا یک انسانی در طول 23 سال به راحتی صحبت میکنه و در ذهنش هم هست که خب الان من باید فلان کلمه تعدادش 24 تا، الرجل رو که من استفاده کرده بودم 24 تا بود، المرأه رو باید 24 تا بکنم، الان اینجا فکر کنم چطور جمله بندی بکنم که المرأه الان باید بشه 24 تا 23 تاست، خب المرأه رو چطور اضافه بکنم؟ آیا واقعا معقوله که یک شخصی انسانی در طول 23 سال راحت صحبت بکنه؟ و همه این حساب کتاب العددا رو من یک لیست کامل اینجا آماده کرده بودم، یک صفحه کامل نوشتم که ان شاءالله در برنامه بعد مطرح می‌کنیم. آیا امکان داره که انسانی این اعداد رو چنان حساب کرده باشه که 115 بار زندگی بیاد، 145 بار حیات بیاد، 145 بار کلمه مثلا الموت بیاد؟ اینا مثل همه و اینها مواردی است که ما در بحث اعجاز قرآن کریم حالا در مختلفش اینا خلاصه ای از موارد است. ان شاءالله ما در برنامه‌های پیش رو به تفصیل می‌خوایم در این باب صحبت بکنیم و اینا همونطوری که گفتم امروز بیشتر برنامه امروز ما یک تبلیغاتی بود برای برنامه بعدی، فتح بابی بود برای شروع موضوع بحث اعجاز قرآن کریم که ان در برنامه بعد به تفصیل درباره اینها صحبت خواهیم کرد. ان شاء الله. تشکر، سلامت باشید، جزاکم الله خیرا. بله بیننده‌های عزیز، همانگونه که استاد در خلال این برنامه بارها تبلیغات کردند که روی اعجاز قرآن کریم انواع و اقسام مختلفی که داره، گفتن اعجاز قرآن کریم در بلاغت و ادب، اعجاز تاریخی قرآن کریم، اعجاز علمی و اعجاز عددی و غیره، روی هر کدام این موضوعات با ذکر نمونه‌های از آیات قرآن کریم ان شاء الله رویشان در قسمت‌های بعدی این برنامه خواهیم پرداخت. تا آن دم
همه شما عزیزان را به خداوند یکتا و یگانه میسپاریم. الله یار و مددگارتان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. قلبي الحيران ناديت يا منان أغمرني بالغفران وزدني إيمانا من قلبي الحيران ناديت يا منان أغمرني بالغفران وزدني إيمانا ذنبي تعلاني للذل أرداني ذنبي تعلاني